سلام و درود میگم خدمت همه دوستان عزیز. در جهان اطراف ما بسیاری از موارد به چشم انسان قابل رؤیت نیستند، اما قدرتشون از انسان بیشتره. اشعه ایکس، میکروب ها، ویروس ها، تک سلولی ها، الکترون ها و همچنین جن ها از این جمله‌اند که نمیتونیم اونها رو انکار کنیم. بر این اساس هم نمیشه به این علت که ما نمیتونیم جنیان رو ببینیم وجود اونها رو رد کنیم. برای یافتن پاسخ این که جن چه موجودیه در این برنامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. گفته میشه که بعد زمان و مکان برای جنیان معنا نداره و اونها میتونن اعمالی رو که از توان انسان خارجه انجام بدن. در واقع عمده ترین شک و تردیدی که در مشاهده یا وجود جنیان وجود داره امر پنهان بودن اونها از چشم انسانه که البته از نظر علمی هم توجیه پذیره. متافیزیک به معنی ماوراءالطبیعه شامل بخشی از جهان بیکرانه که از حوزه درک حواس پنجگانه ظاهری ما خارجه. علم متافیزیک منطبق با فطرت انسان هاست و بیپایانه. موجودات متافیزیک شامل فرشتگان، جن و ابعاد فراتبیعی انسانن. برای پاسخ دادن به این که جن چه موجودیه باید به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. یکی از این سوالا اینه: جن چه فرقی با انسان داره؟ در بسیاری از کشورها و فرهنگها جنگیرها یا احضار کنندگان ارواح وجود دارن که وجود این امر خود به تبع میتونه تأییدی برای وجود جن و جنیان باشه. در کتاب مقدس قرآن اومده که جنیان از آتش آفریده شدند. آفرینش اونها به قبل از آفرینش انسان باز میگرده. از اونجا که نوع خلقت جنیان با انسانها متفاوته، مکان و نحوه زندگی و ویژگی‌های اونها نیز با انسانها تفاوت زیادی داره. به طور کلی جن نام دسته‌ای از موجودات فراتبیعیه که بسیاری از ادیان الهی نیز به وجود اون اشاره کردند و علم نیز در تلاش کشف اطلاعات بیشتر راجع به اونهاست. در مطالعه‌های علمی گفته شده که جن از پلاسما تشکیل شده. بنابر باورهای دینی جن قبل از انسان آفریده شده و تفاوت چشمگیری با انسان داره. از طرف دیگه هر گونه ماده‌ای که دمای بالایی داشته باشه میتونه پلاسما تولید کنه. گفته میشه که کلمه جن به معنای پنهانه و به موجودی اشاره داره که دارای حرکات سریع و قابلیت سفر در زمان و مکانه. جن به اشکال متفاوت در میاد و قدی کوتاه‌تر از انسان داره و قابلیت تولید مثل هم داره. جن از پسمانده‌های انسان از طریق مزه کردن یا بو کشیدن تغذیه میکنه. به طور معمول جن انسان رو میبینه اما انسان نمیتونه اون رو ببینه. ریشه این کلمه در زبان فرانسه به معنای روحه. سوال دیگه‌ای که باید در این موضوع به اون جواب بدیم اینه که چرا وقتی جن میاد هوا سرد میشه؟ به علت کم بودن تحقیقات علمی انجام گرفته در مورد جن و جنیان، برخی زیستشناسان و محققان احتمال وجود جن و سایر موجودات فراتبیعی رو انتزاعی میدونن و اون رو مرتبط با متافیزیک در نظر میگیرن. در واقع در علم متافیزیک جن یکی از موجودات مهمه. در بیشتر تحقیقات انجام شده جن رو موجودی آفریده شده از آتش در کالبدی فرض کردند که دارای انرژیه. برخی از تحقیقات انجام شده به این موضوع اشاره کردند که هنگام آمدن جن در اطراف تغییر دمایی حس میشه که ممکنه به علت انرژی باشه که این موجودات حامل اون هستن. برخی از محققان این انرژی رو انرژی الکترومغناطیسی میدونن که باعث کاهش مادون قرمز و انرژی محیط و به دنبال اون سبب کاهش در دما میشه. یعنی به این دلیله که موقعی که جنها میان هوا سرد میشه. سوال جالب دیگه‌ای که اینجا پیش میاد اینه که جنها ما رو چگونه میبینن؟ پلاسما مفهومی مدرنه که به معنای خاص امروز اون دانشمندان به تازگی موفق به کشف اون شدن و در بیشتر موارد معنی اون با آتش بدون دود هم پوشانی داره. گفته شده که جنها نمیتونن به طور شفاف انسانها رو ببینن و تنها میتونن انسانها رو به شکل تصاویری تار ببینن. همانطور که انسانها در بیشتر موارد قادر به دیدن این موجودات نیستن و در مواردی نادر اونها رو میبینن، جنها نیز نمیتونن انسانها رو همواره رؤیت کنن
و زمانی اونها رو میبینن که به دنیای ما نفوذ کنن و برخی از اونها میتونن با انسانها ارتباط برقرار کنن. در واقع بیشتر جنها احتمالاً انسانها رو مانند ارواحی در نظر میگیرن که در دنیای موازی اونها زندگی میکنن. شاید بتونیم بگیم همانطور که در دنیای ما جنها دور از تصور هستند، در دنیای اونها نیز ما حکم موجوداتی دور از ذهن رو داریم که برای رؤیت ما باید به دنیای ما نفوذ کنند. سوالات زیادی در مورد وجود جنها و اینکه چه موجوداتی هستند وجود داره، اما متاسفانه به دلیل عدم تحقیقات گسترده در این مورد پاسخهای زیادی وجود نداره. نظر شما درباره این موجودات عجیب و ترسناک چیه؟ در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید.